اگه بدونی همسایت یه قاتل سریالیه چی کار میکنی؟ حالا تصور کن یه قاتل سریالی پشت همین درهای بسته داره زندگی میکنه. هیچکس با هدف قاتل شدن به دنیا نمیاد. خیلی از چیزایی که این آدما رو به سمت قتل میکشونه به شرایط زندگی، تجربیات تلخ و مشکلات روانیشون برمیگرده. یه چیزی که معمولاً در مورد قاتل ها میبینیم اینه که خیلی از اونا دوران کودکی و نوجوانی سختی داشتن. شاید با خودشون فکر کنن که دنیا بهشون بدی کرده و به مرور زمان این حس تلخی تو وجودشون تبدیل به یه خشم شدید شده. حالا این خشم وقتی که کنترل نشده باقی بمونه میتونه باعث بشه یه نفر دست به کارهای خشونت‌آمیز بزنه. ولی همیشه هم فقط خشم نیست. گاهی اوقات مشکل اصلی توی طرز فکر و روان اون شخصه. مثل تد باندی که از نظر روانشناختی به اختلال شخصیت ضد اجتماعی دچار بود و هیچ احساس همدردی یا دلسوزی نسبت به کسی نداشت. اینجور افراد به دلیل اینکه نمیتونن حس همدردی با بقیه داشته باشن خیلی راحت‌تر از یه آدم عادی دست به خشونت و حتی قتل میزنن. تد یکی از اون آدمایی بود که تو نگاه اول خیلی جذاب و با اعتماد به نفس به نظر میرسید. حتی خیلی‌ها میگفتن که این مرد نمیتونه قاتل باشه. I've never spoken to anybody about this. I am looking for an opportunity to tell the story as best I can. ولی حقیقت این بود که پشت این ظاهر آروم و جذاب یه ذهن تاریک و پیچیده پنهان بود. تد از ظاهر و شخصیتش به عنوان یه وسیله برای جذب قربانیاش استفاده میکرد. بیشتر قربانی‌هاش زن‌های جوونی بودن که تد با حیله و فریب اونا رو به سمت مرگ میکشون. یکی از نکات جالب زندگی تد اینه که خیلی خوب میتونست تظاهر کنه و این چیزی بود که خیلی ها رو به اشتباه انداخت. همونطور که گفتم تد باندی احتمالاً دچار اختلال شخصیت ضد اجتماعی بود. یعنی کسی که هیچ گونه احساس همدردی با دیگران نداره و فقط به فکر منافع خودشه. حالا که با داستان این هیولا آشنا شدین باید بدونین که نزدیک به 10 فیلم و سریال در مورد شخصیت تد باندی ساخته شده که من 5 تا از اونها رو بهتون پیشنهاد میکنم. اگه دوست داشتین چیزی بیشتر از روایت سینمایی در مورد تد باندی بدونین، پیشنهاد میکنم مستند د تد باندی تیپس رو ببینید. توی این مستند که به شکل سریال تولید شده، مصاحبه‌های واقعی تد باندی رو نشون میده و به ریز جزئیات جرایمش میپردازه. در نهایت باید بدونید که تد باندی تو سن 42 سالگی به اتهام قتل حداقل 30 نفر با صندلی الکتریکی اعدام شد.